سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون. بچه‌ها اولین ویدیویی که من روی این کانال دارم میذارم. من یه ایده‌ای دارم. میخوام به عنوان یه آدم تمام چیزایی که فکر میکنم درست هست و بذارم روش، با اینکه درصد شکست خیلی بیشتر از موفقیته. من باید با کسایی رقابت کنم که چند سال تجربه دارن و خیلی پولدار هستن و خیلی لوازم و وسایل لازمشو دارن و حتی استودیو دارن، ولی من هیچ کدوم از اینا رو ندارم. الان قضیه خیلی فرق کرده و توی یه دوره‌ای هستیم که از دوران طلایی رشد تولید محتوا گذشته. حتی خود یوتیوب هم میدونه که فیلم یه نفر جدید و به تعداد زیاد افرادی ساجستش نمیده که اونا حتی بخوان روش کلیک کنن. یعنی به عبارت دیگه زیر یه سری آدم دیگه خاک میشی بدون اینکه شانس دیده شدن داشته باشی. مهم نیست چقدر خوب باشی. تمام صحبت من اینه که این یه کار غیر ممکنه تو این موقعیت، ولی اگه جواب بده چی؟ بعد از چند سال کسایی که میان این فیلمو میبینن، چون اگه من تونستم پس تو هم میتونی.